سلام، وقتتون بخیر باشه بچه ها. من اومدم با آموزش تتو 0 تا 100 جلسه اول آشنایی با لوازم هنرجو. بچه ها واسه این که شما بخواید تتو رو یاد بگیرید لازمه اینو دارید که یه سری لوازم اولیه رو تهیه کنید. بچه ها لوازم تتو و اکسسوریاش خیلی زیاد نیست، ولی خب حالا شما بخوای به چشم اولیه نگاه کنی و حالا با این وضعیت اقتصادی بخوای همش رو یه جا بخری و اینکه یهو مثلا بخوای بری کلاس و یاد نگیری، خب اینکه شما دوباره بخوای حالا بفروشی یا حالا نگهشون داری هم مصرفی هن، همین که احتمال اینکه خراب بشه و نتونید بفروشیدشون یا حالا با قیمت پایین تر خیلی زیاده. پس شما تا انتهای این ویدیو نگاه کنید تا من بهتون بگم که روی پوست مصنوعی باید چه لوازمی رو داشته باشید. خب بچه ها، لوازمی رو که باید داشته باشید مهمترینش دستگاه تتوه. بچه ها دستگاه تتو، حالا من 7-8 ساله دارم کار میکنم، دستگاه تخصصیه و حالا شما زیاد به دستگاه من نگاه نکنید. شما حتی با دستگاه های ارزون قیمت میتونید تتو رو آموزش ببینید و بعد از اینکه تتو رو آموزش دیدید خوشتون اومد میتونید حالا یا پولاتون رو جمع کنید یا حالا اگر خیلی حال کردید پسنداز داشتید میتونید دستگاه خوب داشته باشید و بگیرید. خب دومین چیزی که باید داشته باشید رنگه. بچه ها رنگتون رو، رنگ‌های تمرینی توی بازار هستش، اما خب من به نظرم این که شما بخواید با رنگ اورجینال کار کنید و حالا ست بسازید هم تتو رو بیشتر متوجه میشید، هم که کاش رنگ بهتری دارید، هم که 4 روز دیگه هم بخواید مشتری بگیرید با همین رنگ کارتون رو انجام میدید. خب سومین چیزی که باید داشته باشید پوست مصنوعیه. بچه پوست مصنوعی هم خیلی خیلی مهمه. شما حتما با کیفیت ترین پوست مصنوعی رو بگیرید، به علت اینکه پوستایی که حالا رنگشون بده کارتون خوب نشون داده نمیشه و حالا پوستایی هم که حالا دوباره 2-3 تا فکر میکنم لول داشته باشن، ولی شما سعی کنید بهترینش رو بگیرید که هم لحاظ انتقال رنگ واسهتون بهتر باشه، هم لحاظ این که شما بخواید طرحتون رو واضح تر نشون بدید. خب چهارمین چیزی که شما باید داشته باشید بچه ها سوزن اقتصادی که الان توی بازار هست، حالا هم اقتصادی هم کیفیت خیلی خوبی داره. سوزن مست پرو هستش. بچه ها سریع سوزن طی جلسه ها بهتون قشنگ آموزش میدم، چون 4 تا سری داریم، RL و RS و RM و M1. 2 تا سری دیگه هستش به نام فلت و M2 که حالا اونا زیاد استفاده نمیشن، ولی شما در این حد بدونید که سوزنم خیلی مهمه و کلی برند داره و شما سعی کنید سوزنایی که دست آرتیستای خیلی خوب میبینید و تهیه کنید. خب بچه ها، نکته بعدی رو که قراره بهتون بگم نکته نیستش. اگر تا اینجا ویدیو خوشتون اومده پیجم رو سابسکرایب کنید، چون قراره تتو رو 0 تا 100 با هم دیگه آموزش ببینیم و حتی بدون نیاز استاد شما میتونید تتو رو یاد بگیرید. ولی خب توصیهم اینه که شما یه دوره تکمیلی رو میتونید پیش یه تتو آرتیستی که حالا قابل باشه و نمونه کارهای خوبی داشته باشه یا حتی خودم تشریف بیارید که دوره تکمیلی رو آموزش ببینید. بچه شمارش رو یادم رفته، ولی لوازم بعدی که مورد نیازتونه کاغذ استنسیل تک برگه. شما توی فروشگاه ساغرچی یا حالا فروشگاهی که معتبر هستن میتونید این کاغذ رو تهیه کنید و شما لازمه اینو دارید که استنسیل تتو رو اول دستی با خودکار بیک، توجه داشته باشید خودکار بیک، چون خودکار بیک سر نمیخوره، سرعتی این ور اون ور نمیشه و یواش یواش که اینجوری میشه کشیده میشه راحت میتونید طرحتون رو بکشید. حالا استنسیل و آموزش استنسیل هم تو ویدیوهای بعدی واسهتون میذارم و شما لازمه داشتن این دوتا هم هستید. لوازم بعدی که مورد نیازتونه مایع استنسیل هستش. بچه مایع استنسیل این بهش میگن استنسیل ایزد، ولی خب در اصل چسبه و چسبندگی خیلی بالایی داره، روی پوست مصنوعی هم خوبه. حالا شما اگر نخواید
یه مقدار زیادتر هزینه کنید، خواستید کمتر هزینه کنید، این مامای بدنم هستش. قبلا اصلا پیدا نمیشد ولی الان خیلی جاها موجود دارن. سعی کنید از جای معتبر بگیرید که اورجینالش رو تهیه کنید، چون واسه انتقال طرحتون به پوست مصنوعی باید حتما یکی از این دوتا، حالا نه این دوتا مدل فقط، خیلی مایع اسنسیل دیگه هستش ولی کلا مایع اسنسیل داشته باشید. لوازم بعدی مورد نیازتون بچه وازلین هستش، چون هم به عنوان حین کار میتونید استفاده کنید، هم میتونید شما طرحتون رو بعد از اینکه تتو زدید یا حالا حین کارتون با دستمال که میکشید کلا با وازلین استفاده کنید. چوب بستنی هم حتما بگیرید که هی دستتون رو اینجوری نکنید، کثیف کاری نکنید، کثیف نباشید. لازمه بعدی که به شدت نیازه و تتو آرتیستا دیدم که واجب نمی کنن دستکشه. بچه دستکشو سعی کنید بهش اگر میخواید تتو کار ترتمیز و مرتبی باشید و از عفونت تتو جلوگیری کنید حتما تا صبح حتما استفاده کنید، چون خیلی لازمتون میشه و جلوگیری خیلی شدیدی از کثیفی و چه میدونم چرک کردن و اینجور داستانه کثافت کاری میشه. خب بچه ها یه محصولی هستش شیدر سولوشن. بچه ها شیدر سولوشن رقیق کننده ی رنگه. شما طی جلسات که بخوایم با هم دیگه جلو بریم یه سری طرح‌ها رو باهاتون تمرین میکنیم و بهتون یاد میدیم که لازمه اینو دارن که شما بخوای رنگتون رو رقیق کنی و اون لازمش همین شیدر سولوشنه یا آب چی بهش میگن؟ نگه آب چی؟ آب مقطر. شما با این دوتا میتونید رنگتون رو رقیق کنید و طی حالا اون طرحی که دارید طیف رنگیتون رو بسازید و طرحتون رو اجرا کنید. این هم حالا واجب نیست، شما با آب مقطر میتونید اینو تهیه نکنید. من آب مقطرم پیدا نکردم ولی گفتم که بهتون بگم که چی هستش. این واسه رنگ ساختن روی پوست طبیعیه و آب مقطر رو اصلا روی پوست طبیعی استفاده نکنید. بکنیدم میکنن ولی خوب نیستش، درست نیستش. لوازمی که باید داشته باشید ایناست. حتما اسکرین شات بگیرید تا توی شاپ ها رفتید عکس رو نشون بدید و لوازمتون رو تهیه کنید با آرزوی موفقیت. یواش تمام تکنیک‌ها رو با هم دیگه یاد میگیریم. با امید روزای خوب. فعلا خدافظ.